روز سوم است که در دانشگاه‌های شهر خوجند سمینار اطلاعاتی دایر می‌گردد. سمینار بخشیده به 75مین سالگرد سازمان ملل متحد بخشیده شده است. 35 نفر استادان و دانشجویان دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی از این سمینار برخوردار گردیدند. سریا سعیدی و هماهنگسازی لایحه اساسیه زیایان علمی تکنیکی تاجیکستان ضمن صحبت مقصد گذراندن سمینار معلومات دهی را در محل گردانی هدف‌های رشد استوار، مانیتورینگ و ارزیابی دستاوردهای استراتژی ملی رشد ارزیابی نمود. باید ذکر کرد که مقصد و برگزاری این چهاربینی برای баланд бардоштани маълумотнокӣ маърифатнокии ҷавонон оид ба 75 солагии созмони милали муттаҳид ва фаъолияти он дар тоҷикистон мебошад. бояд зикр кард ки ин чорабинӣ бо дастгирии барномаи рушди созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон ва ташкилоти ҷамъиятии ассотсиатсияи зиёёни илмии техники тоҷикистон баргузор карда шудааст. در ادامه سمینار اطلاعاتی مقصود عریپوف کنسولتانت ترینر تشکیلات جمعیتی اساسیه زیایان علمی تکنیکی تاجیکستان از تاریخ تشکیل سازمان ملل متحد و اعضایان آن حرف زده گفت که حالا 192 کشور عضو این سازمان می باشد و تاجیکستان نیز از نخستین روز کسب استقلال برای عضویت در این سازمان درخواست فرستاده بود و 2 مارس سال 1992 به عضویت این سازمان درآمد. مقصود عریپوف تاکید داشت که تامین صلح و امنیت در عرصه بین المللی، تحکیم مناسبت دوستانه میان کشورهای عضو، همکاری برای حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و بشری، تامین احترام به حقوق بشر و آزادی انسان هدفهای اصلی سازمان ملل متحد به حساب می‌رود. خوبانه است که با اقدام نیکی پرزیدنت جمهوری ما جناب عالی محترم امامی رحمان چندین اقدام‌های جمهوری تاجیکستان در این عرصه بین‌المللی اعتراف شدند. یکی از آنها برنامه آب برای حیات که تمام دولت‌های سازمان ملل متحد آن را همدلانه دستگیری نمودند. در ادامه سمینار اطلاعاتی فیلم کوتاه حجتی که بازگوی معماهای گلوبالی جهانی معاصر میباشد نمایش داده شد. در فیلم کوتاه حجتی مشکلات کم اضاعتی، نارسایی ذخیره‌ها، آفت‌های طبیعی و تاثیر آن بر طبیعت، مشکلات تحصیل در برخی از کشورهای دنیا و معماهای دیگر نشان داده شده است. سعدی بزرگوار است که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زی یک گهورند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. همه یک میده ویروسه که امروز پیدا شده تمام اهل بشر به یک تشویش، به یک ناامیدی روبرو کرده ایستاده است. یک ویروسی میده از همون برای خود خلاصه برداری کنیم. شطوری که ما امروز در صحبت برادرها برای خود قبول کردیم گرفتیم، تغییریابی اقلیمی سیاره با آن آورده رساندنش ممکن است که از قدیم الایام، از دوره پیدایش انسان، اگر در کره زمین 2.5 میلیون سال پیش اگر انسان تولید شده باشد، از همون در خنکی هایی که در تاریخ بودند، در داخل همون یخپاره هایی که در داخل پیریخ هایی که در کره زمین موجود هستند، بسیار میکروب های کسلی آوری که برای انسان شناس نیستند و علم امروزه انسانیت با آنها سر و کاری را نمیداند قریب. اگر همه تغییریابی اقلیم سیاره همینطور رفتن گیرد، یخ و یخپاره ها، پیریخ ها آب شوند، همه ویروس ها به حیات ما برآورده شوند، ما چی کار میکنیم؟ ما بعد تماشای نوار خلاصه برآوردیم که همه کارهایی که در همین روی عالم پیدا می شود این از خودمان وابسته می باشد. یعنی ما می توانیم اقلیم را دیگر کنیم. این معنی آن را دارد که هر یک سبب دیگر شوی اقلیم، یعنی مثال در گرفتن جنگل ها، سبب آبریزی، همه در دست خود انسان می باشد. همچنین در سمینار معلومات‌دهی آید به 17 استراتژی رشد استوار از جانب نمایندگان اساسیه زیایان علمی تکنیکی تاجیکستان معلومات داده شد. این گونه سمینارهای معلومات‌دهی در 3 دانشگاه عالی خوجند از جانب تشکیلات جمعیتی اساسیه زیایان علمی تکنیکی تاجیکستان بخشیده به 75مین سالگرد سازمان ملل متحد با دستگیری برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان گذرانیده شد. همچنین برای فعالناکی دانشجویان و استادان در یکی از دانشگاه‌های فعال گوشه اطلاعات زمانوی تجهیزات آنیده می شود. گزارش سید مختار سیدانور، نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.